غزال نایت چرا به بار دیگر با آریانا سعید جنگ کرده است؟ دلیل عصادت غزال نایت با آریانا سعید چیست؟ آریانا سعید در مقابل حرفهای غزال نایت چی گفته است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند ناماشنا و محبوب در میان فارسی زبانان جهان است. غزال نایت از جمله هنرمندانی است که هنر خوانندگی را به شکل پنهانی در افغانستان آغاز کرد و بعد از رسیدن به کانادا شکل و شمایل خود را به مردم نشان داد. غزال نایت کارهای هنری مشترکی با هنرمندان افغان داشته بود، از جمله قیس الفت، فرهاد دریا، نظیر خارا و دیگر هنرمندان کشور. غزال نایت تنها هنرمند خانواده‌اش نیست، بلکه دو خواهر دیگرش هم هنرمندان محبوب کشور هستند. غزال نایت اکنون در شهر استانبول ترکیه زندگی می کند. غزال نایت با رجارایش هنرمند دیگر کشور ما ازدواج کرد و ازدواجشان ناموفق بود و از هم دیگر جدا شدند. غزال نایت همیشه در رقابت با هنرمندان دیگر افغان بوده است و یگانه رقیب سرسخت آریانا سعید می باشد و همیشه با آریانا سعید در رقابت بوده است. این روزها که کرسنت آریانا سعید با شبنم ثریا ملکه صدای تاجیکستان در میان فارسی زبانان افغانستان و تاجیکستان گل کرده است و علاقمندان فراوان به این دو هنرمند جذب شده است. غزال نایت حرفهای غیر قابل باور برای آریانا سعید در صفحات اجتماعی خود نشر کرده، از جمله من 2 سال در تاجیکستان بودم و هیچگاه نخواستم با هنرمندان تاجیکی همچون برنامه هنری برگزار کنم، چون که لیاقت من از هنرمندان تاجیکی خیلی بالاتر است. آریانا سعید مثل همیشه در مقابل حرفهای غزال نایت خاموشی اختیار کرده است و هیچ جواب برایش نداده است، ولی به هر صورت ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سلامتی برای تمام هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.